باز خصوصا اگر وهابی باشه از جمله خوارج است. المهند علی المفند. دوستان عزیز، اکثر وهابی ها و یا هم غیر مقلدین و بدترین عقیده که است، بدترین عقیده که است سلف الصالحین وهابیان است. وهابی کیست و وهابیت چیست که بین جامعه امروز اذهان را مخشوش کرده است و در گوشه و کنار سر و صدای وهابی و وهابی بودن هست. همین چی هست؟ چگونه گروهی هستند و چگونه مذهبی هست؟ ارتباط به مسئله وهابی این بسیار یک بحث عمده هست، ولی به طور خلاصه و فشرده این هست که این یک وسیله است که دشمن از این کار میگیرد. به بین اهل سنت و جماعت تفرقه ایجاد می کند و کسی که حق و حقانیت و مسائل توحید را بیان بکنه و مسائل یکتاپرستی را بیان بکنه، اینجا این آله وسیله دست دشمن شده که فوراً بر پیشانی مسلمان ها میزنن به عنوانی که تو وهابی هستی. خصوصاً از این حربه و از این راه اهل بدعت خیلی تلاش میکنن. اهل بدعت شعارشان این هست که ما با شافعی مشکل نداریم، با حنیفی مشکل نداریم، خلاصه با حنیفی مشکل نداریم، با مالکی مشکل نداریم، مشکل ما فقط با کی هست؟ با وهابی ها هست. ولی وهابی کی هست و چگونه است؟ این شعار دشمن هست. ما مذهب جداگانه به عنوان وهابی نداریم که یک مذهب خاصه باشه که او هم یک مذهب پیروانی داشته باشه و بالاخره مذهب وهابیت گفته بشه. ولی این که سرچشمه از کجا میگیره؟ شخص به نام شیخ محمد ابن عبدالوهاب که در قرن 12 فکر میکنم انشاءالله که حرکت میکنه با آل سعود، چون در جزیره العرب و در سرزمین های حرمین شریفین یک سلسله بدعات و خرافات زیاد شده بود و حرکت کرد دوش آل سعود، بدعات و خرافات و مسائل قبر پرستی و اینها را از او سرزمین دور کرد و کتابهایی هم که داره همه بحث توحید و قرآن و حدیث و تا جایی که من مطالعه کردم آرای شخصی خیلی کم داره. ولی انسانه، یک سلسله مسائل بیان کرده که حالا او معصوم نبوده، شاید سهو شده باشه و بالاخره یک مسائل کمتر توجه کرده باشه، به او بحث کار نداریم. ولی جوانان عزیز و محصلین گرامی و عزیزانی که این سوال کردن متوجه باشن که این فقط آله و وسیله و حربه‌ای که علیه اهل سنت و جماعت کار میگیره اهل بدعت هست. این بیترین رای به دست اهل بدعت داده شده که بین مسلمان ها تفرقه ایجاد کنن. اهل بدعت را ما و شما میدانیم چقدر قبر پرستن، چقدر بندگان خدا و مخلوق خدا را هم پایه خدا قرار میدن. پس در این قسمت باید متوجه باشیم. به جامعه امروزی ما اگر یک برادر استاده بشه بگه که مثلا برادر نرو به زیارت حضرت خواجه صاحب بختی، میری به طریق سنت برو و اگر آنجا میری طواف نکن، خورده بر ندار، مخلط نکن و بالاخره مخ کوبیدن و دستمال بسته کردن و اینها بدعت از لحاظ شریعت مقدس اسلام و بعد میگن این وهابی شده. نشد زورش که دو نرسید با دیگه مرحله پایین میکنه. و عالمی که برگفت که حلال است، حرام است، رواج مبتذل است، این خرافات است، این بدعت است، این شرک است، اینه که برگفت با طاقت رقی که سرش میزنه این وهابی است. نمیدونه عالمی که برگفت که راست برو چپ برو غلط است صحیح است، او را برد نمیمانه. او را باید یک تاپی هم محکم در جانش بزنن که وهابی است، وش کنی گپش قبول نکنی. خب
او که وقت نمیگه که هر طرف میری دیشون نه تمام رو اسقاط گفته برو صاحب رادیو در دستش فلانه جماعت دیگه جشن سرش میشه عیدی میشه که یک نفر میموره و این احمقا در اوجا باید حاضر شد خرماها و الواره که تقسیم کرده رویستی هیچ گپی نیست بلوز طرف پرتو صاحب الله که دوست نداره بس مجموعی از خرافات شروع میکنن به نام دین ایره که کسی برد نگفت که نیست ناروا نیست صحیح است پس دیگه ایست این خیلی خوبه زیرا میفهمه که دین وقتی که به خرافات داخل شود دین بپندد در دین رواجا بیاید دین مبتذل میشود دین هویت خود از دست میدهد دین دیگه سیستم زندگیت نیست بلکه سیستم است برای قطع زندگی بس دشمنای خود اینو میکنن خرافات هر روز باید چی بشود؟ بلند شود فهمیده شد؟ امروز چی هست؟ بله نوروز است صحیح شد؟ الله کشمکش است حسابی ایره که گفتی با برادر گلم از برای خدا یک سوته است در او سوته باز تکیه که در جرمنی ساخته شده در ژاپن ساخته شده در لاهور ساخته شده در گردش میپیچید فهمیده شد؟ و کشش کو بالا کشش کو راستش کو علاقه کت شود حکومت شفه می شود صحیح شده کور بینا می شود این خرافات و این شرکیات را صحیح کده می رود اگه ایره گفتی نارواست میگه با اولیای خدا دشمنی داره برادر با اولیای خدا دشمنی نداریم با خرافات دشمنی داریم صحیح شد ویجا در سخی ریشخنده جور کرده اینجا در کارت چار جور کرده این قضیات میشه که یک دان در منده هم جور کرده صحیح شد در منده هم یک دان بلر می شود دین امی است دین والله اگه این باشه ما منکرش است ما با این رقم دین منکرش است دین رسول الله است پورا شده کامل شده شرک و خرافات به هیچ وجه و بدعت ها و رسوم جاهلی جای ندارد خدا کنه که ما را وابی میگه کسی پیشونه هر چی که میگه دلش خلاص واقعیت میگه باب تسامح نمیکنه در این باب با کسی سست نمیگه بس شرک بدعت و خرافات و ایره با تمام قوت مبارزه بکنن تا که خرافات بوده باشه دین نمیاد صحیح شد انشاءالله به عقیده وهابیت دوست عزیزم به نام وهابی در جهان ما مذهب نداریم این گپی عوامکیست هر آنچه گفتن گپی عوام است آری محمد ابن عبدالوهاب شیخ محمد ابن عبدالوهاب شیخ است پدرش عبدالوهاب شافعی است پدرش هیچ اشکال زندگی نداره یک عالم شافعی است اما فرزندش شیخ محمد ابن عبدالوهاب کسایی که از نظر از اون نقل قول میکنن و زیادتر کاری از او سر توحید است توحید یک مسئله است که جهان اسلام به او اتفاق دارند شرکیات خرافات توهم شرک وسیله شرک ذریعه شرک در هیچ دین در هیچ مذهب از مذاهب امت اسلامی وجود ندارد کاری از هم کتیموس فلهذا اینجا کسایی که به وهابیت نسبت میتن با خود اندیشیدن که اگر بگوییم که محمدی ها بد است چون محمد نام دارد اگر بگوییم که محمدی بد است و رسول الله بد میشه نعوذ بالله بیاییم که به نام پدرش بد بگوییم که وهابی اما در حالی که نمیدانند از چکک به زیر نوه رفتن زیرا محمد نام است رسول صلی الله علیه و سلم است وهاب صفت الله است انک انت الوهاب از بد گفتن رسول کریم گریختن در بد گفتن الله واقع شدن به این نام ما مذهب نداریم هیچ اصلا و یک شخص یک عالمی که به نام شیخ محمد ابن عبدالوهاب عرض اندام کرد در عراق زمین چون مرکز قبوریون و قبر پرستان در اونجا بیشتر بود بر علیه خرافات اونها اقدام کرد اما خدمتتان عرض میکنم نظریات شخصیش با ما مشکل دارد متفاوت است اما بحث علمی به عصبانیت نمیشه به اهانت و توهین نمیشه به هیچ وجه از وجوه به دشنام نمیشه به تاپه و توتیه و تهمت هم نمیشه
هرگاه میخواستیم که نظریات کسی را رد کنیم، کتابای محمد ابن عبدالوهاب من جمله کتاب التوحید، کتاب التوحید از بخاری و باقی کتابای حدیث جمع‌آوری کرده، بالای از او چندین شرح نوشته شده. کتاب التوحیدش از اول تا آخرش بخوان، جایی که نقد علمی داشتی نوشته کو، نوشته طبع بکو، چاپ بکو، به خدمت ملت‌ها تقدیم بکو. این راه حلش است. در غیر از او به این نام و به اون نام، شافعی بدست و محمدی بدست و وهابی بدست و مالکی بدست، به این نظام نمی آید. یک عالم در یک مجلس اشتراک کرد، ملتایی که بلند می شدن گفتن وهابی، سلفی، تبلیغی، پنجپیری یک سر کافر است. گفت شف طولو میگم. باز گفتن که نعره تکبیر، نعره تکبیر، مار بوابی، مار بوابی شروع شد. حضرت از اون عالم برآمد، وکیل پارلمان هم است، گفت هزارا افسوس، من با یک دنیای از امید آمده بودم، از این باغ مجلس شما گلهای شگوفا شده و خوشبوی را به نام ملکه شب و روز با خود به دامنم ببرم، اما متاسفانه این دامن امید گل من را از پشتل مملو ساخته شما. اما تو یک سخن گفت. او مردم چی را میفهمند؟ هدفم در اینجاست. این حرفای پوچ است، حرفای بی‌معنا است. باز چی میگه؟ او خب میلی وهابیت داره که او تو گفت. وای 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 وای، هزارا افسوس دیگه. من یک دو پیشنهاد سوالیه میمونم. شما معتزله را نمیشناسید، من چند گپ میزنم. معتزله یک قبیله است که در عصر امام ابو حنیفه بوده. عذاب قبر قبول نداره. بگو چی را؟ دوم پل صراط قبول بگونی نداره. وزن عمل دیدار رب العالمین در حالی که به قرآن و حدیث ثابت است. ولی امام ابو حنیفه اینمی مردم نه کافر میگه، نه یهود میگه، نه نصارا میگه، نه بیمذهب میگه، نه چیز دیگری. فقط بالای نظریاتشان نقد علمی داره. بالای نظریاتشان چی داره؟ نقد علمی داره. مردستی نقد علمی بکن. تو نه کتاب محمد ابن عبدالوهاب عربیش میفهمی، نه فارسیش میفهمی، نه خوانده میتونی، نه نقد کرده میتونی. زورت که نرسید نشان عاجز نیست که تاپا میزنه. من براتون یک جمله میگم، هر کسی که در باب منطق و دلیل عاجز آمد بازو چی میزنه؟ تاپا میزنه. به ایمان بگم تو رسیا نیست. و این تاپا قدامت تاریخی داره. زمانی که موسی با فرعون میآید، اول چی میگه؟ تو خود خانه ما پرورش یافتی، چطور علی ما میخیزی؟ میگه بله ما در خانه پرورش یافتیم. سه کالی اولین کارشون تا تنه میزنن، پیغور ورکی. چی میزنه؟ بلند بگو. تو نان خانه ما را خوردی. میگه نمیشرمی. معنایش همیست. جناب موسی علیه السلام نمیگه که او فرعون لعین، او کافر مشرک، او منکر خدا. به عبارات نمیگه. میگه اگر تو مرا نان دادی، یک عمر قوم بنی اسرائیل مثل غلام در خدمت تو بوده. خدمت قوم بنی اسرائیل در یک پله ترازو پرتو و خدمتی که به ما کردی در یک پله ترازو پرتو که از کی احسانباری میشه؟ پس احسانباری قومی مثل تو میگرده. دلیل منطقی میگه. بعد خیلی میگه دلیل رب آسمان و پروردگار کیست؟ جناب موسی کلیم میگه پروردگار رب زمین و آسمان است. دید که قضیه دیگر رقم شد. چی میگه؟ گذشتگان را به ما جواب بگو. گذشته ها حالش چی حاله؟ زورش که میته از مجلس میبره یک سو دیگه میره. سرانجام حالی دید که عصا و برهان قاطع در بعضی موارد اشاره میشه. عصایش که اژدها شد، میگه زیر چوکی پت شد. برآمده چی میگه؟ صاحب اجازه بتیم که من را یک کشتن کنم. ای نوش جانت، خلاصگیر زیاد دیدنی. اولین کار عاجز طعنه میته. اولش چی میته؟ دوم کار عاجز همیست که از موضوع میبراید. سیم کار عاجز همیست که تهدید به مرگ میکنه. با چهارمش ای جادوگر است میگه. چی هستی؟ تاپه، توطیه، تهمت، قدامت تاریخی از فرعون داره. هر کسی میخواه که به سنت فرعونی بروه، حقیقت ها را تاپه بزنه. کوتاهش نمیست. برادر عزیزم،
کدام کافر نبود، کدام یهود نبود. در نظر مردم وهابیت بدتر از یهود نصارا، در حالی که قبیله اسلامی است، مسلمان است، قرآن میگه، سنت میگه. چرا در بحث‌های جنجالی علمی تیزی که یک مسلمان کافر میگی؟ او مسلمان، تو نه اهل سنت هستی، نه جماعت هستی، نه حنفی هستی، نه شافعی، تو به هیچ مذهب هم پایبند نیستی. فقط به خاطر خطر کمبودی درآمد، حفظ جهالت تا پا توطیه شروع میشه. انشالله دگه رسیدین یا نرسیدین؟ آره، او کسایی را که اینا وهابیت میگن یا شافعی یا مالکی یا